تا حالا از خودتون پرسیدین که مسیر زندگیتون واقعاً به کدوم سمته؟ امروز میخوایم با هم یه ایده خیلی عمیق رو باز کنیم که میگه زندگی ما میتونه 2 تا جهت کاملا متفاوت داشته باشه. یعنی تفاوت بین فقط زنده بودن و واقعاً زندگی کردن. خب سوال اصلی دقیقاً همینه. ازتون میخوام یه لحظه واقعاً بهش فکر کنین. حرکت زندگی شما افقیه یا عمودی؟ باور کنین درک تفاوت این دوتا میتونه کل نگاهتون رو به همه چیز زیر و رو کنه. ببینید، همه ما فقط یه بار زندگی میکنیم، درسته؟ اما نکته جالب، یا شاید بهتره بگم نکته حیاتی اینجاست که همین یه فرصت زندگی رو میشه توی 2 تا مسیر کاملا جداگونه رفت. 2 تا راه که آخرش ما رو به 2 تا مقصد کاملا متفاوت میرسونن. این 2 تا مسیر رو اینجوری تصور کنین. حرکت افقی یعنی همون زنده بودن خیلی ساده است. یعنی روزها فقط میان و میرن، مثل ورق زدن تقویم. اما حرکت عمودی یعنی زندگی کردن، این یه داستان دیگه است. یعنی توی همون روزها از نردبون رشد و معنا بری بالا. خب، حالا به این اول مسیر افقی رو یکم عمیق‌تر بشکافیم. مسیری که راستش رو بخواین اکثر ماها داریم توش راه میریم. خیلی وقتا هم اصلا حواسمون نیست. دقیقاً منظور از فقط زنده بودن چیه؟ زنده بودن یعنی یه خط صاف از روزی که به دنیا میایم تا روزی که از دنیا میریم. تنها چیزی که اینجا مهمه گذشت زمانه. تیک تاک تیک تاک، همین. روز پشت روز میاد و میره. ولی سوال اصلی اینه: آیا واقعاً چیزی داره عوض میشه؟ بذارین یه عدد بهتون بگم. 90. فرض کنیم ما به طور متوسط 90 سال عمر میکنیم. 90 سال. بهش فکر کنین، یه زمان خیلی طولانی نه؟ ولی سوال اینه که ما با این 90 سال چیکار میکنیم؟ و اینجاست که یه حقیقت تلخ، یه حقیقت تکون دهنده میاد وسط. برای خیلی از آدما این 90 سال واقعاً 90 سال زندگی نیست. میدونین چیه؟ اینه که یه سال رو 90 بار تکرار میکنن. فقط همین، یه چرخه، یه تکرار بیپایان، بدون هیچ رشدی، بدون هیچ عمقی. اما یه راه دیگه هم هست. یه راهی که این چرخه تکراری رو میشکنه. حالا بیایم بریم سراغ مسیر دوم، مسیر عمودی، مسیر زندگی کردن واقعی. زندگی کردن یه حرکت رو به بالاست. به جای اینکه فقط روی خط زمان جلو بریم، توی هر لحظه از زمان به سمت بالا حرکت میکنیم. توی عمق میریم. یعنی هر ثانیه، هر دقیقه یه فرصته. یه فرصت برای رشد، برای پیدا کردن یه معنای بزرگتر، برای اوج گرفتن. یه توصیف فوق‌العاده زیبا براش وجود داره. میگه حرکتی از فرش تا عرش. میبینین این یه صعوده، یه سفر رو به بالا، یه سفر درونی که هدفش رسیدن به بهترین ورژن خودمون باشه. و این سفر توی گذر سالها اتفاق نمیفته، توی همین لحظه اتفاق میفته. و اینجا یه نکته خیلی مهم وجود داره. واقعیت اینه که فقط 1% خیلی خیلی کمی از آدما واقعاً این 90 سال رو زندگی میکنن. اکثر ماها داریم روی همون خط افقی صاف حرکت میکنیم. انتخاب مسیر عمودی یه چیز نادره، یه استثناست، نه قانون. خب سوالی که پیش میاد اینه: چرا این مسیر اینقدر خلوته؟ جوابش ساده است. چون اصلاً مسیر آسونی نیست. زندگی عمودی یه بها داره. یه بهای سنگین و هر کسی حاضر نیست این بها رو بپردازه. پس اگه شما اون کسی هستین که آگاهانه انتخاب میکنین زندگی کنین، نه اینکه فقط زنده باشین، خب باید خودتون رو برای چه چیزا آماده کنین. اولین چیزی که باید منتظرش باشین مقاومته، مخالفته. وقتی شما شروع میکنین به بالا رفتن، به رشد کردن، خیلی‌ها از این موضوع خوششون نمیاد. میدونید چرا؟ چون رشد شما اونها رو یاد سکون خودشون میندازه. اونا به همون حرکت افقی عادت کردن و برای همین ممکنه حتی علیه شما با هم متحد بشن. اما اینجاست که دیدگاه جالبی مطرح میشه. این مخالفت‌ها در واقع یه معیار برای قدرت شماست. به این جمله خوب گوش کنین. پس بدون که توی زندگی کردن چقدر قدرتمندی. یعنی چی؟ یعنی هرچی مقاومت در برابر شما بیشتر باشه، نشون میده حرکت عمودی شما قوی‌تر و تأثیرگذارتره. خب حالا که اینا رو فهمیدیم، سوال اینه که چطور میشه این مسیر رو شروع کرد؟ 2 تا شرط اساسی داره. 2 تا شرط که ما رو میرسونه به چند تا سوال آخر که شاید مهمترین سوالای زندگیمون باشن.
برای اینکه واقعاً زندگی کنین فقط 2 تا کار لازمه. اول باید بدونین مقصد نهاییتون کجاست. اون عرش که گفتیم برای شما یعنی چی؟ و دوم باید از خودتون بپرسین آیا حاضرم هزینه‌اش رو بدم؟ هر چی که باشه. و این ما رو میرسونه به سوال اول. یه لحظه، فقط یه لحظه با خودتون رو راست باشین. مقصد نهایی زندگی شما چیه؟ اون قله‌ای که میخواین بهش برسین کجاست؟ چی انقدر براتون ارزش داره که حاضرین براش این سفر عمودی رو شروع کنین و بجنگین؟ و سوال آخر، سوالی که میخوام باهاش شما رو تنها بذارم تا عمیقاً بهش فکر کنین اینه: شما چقدر حاضرین برای زندگی کردن واقعی هزینه کنین؟ بهای رشد، بهای پیدا کردن معنا، بهای حرکت رو به بالا. آیا حاضرین این بها رو بپذیرین